من 20 ساله هستم و مرا یک دختر درس قرآن میدهد از قرآن و اینستاگرام و این دختر 18 سال دارد. آیا این کار ما درست است یا نه؟ این کار شما درست نیست. نه خود در دنیا همین مردای دست میدادگی قیر شیدن که تو از یک دختر درس بگیری. خود در روسیه باشی، خود در تاجیکستان باشی، نه خو یک ملو یک قرآن خو یوف نشه و خودت از همه دختری 18 ساله برای درس بگیری. درست نیست و ممکن نیست. از مرد درس بگیر. خودت به بلاغت رسیدگی، او دختر به بلاغت رسیده. نه شیطان و مکر حیلش آسان نیست. هزاران شیخ و علما را در فن دوختگی به دوزخ. با اینترنت هم که باشه، به هر چیزی باشه رخصت نیست. شما در پیش یک مرد برین درس قرآن، در پیش زن، در پیش دختر نه. فتنه خالی است. یک مراتب گپزدیتون بینم یا یک نفر هر تا یک جا ببینه تمام دیگه. او دختر هم بدنام میشوه، حیاتش دیگه چی است که در خطر میشوه، بختش نابود میشوه. شما هم گناه میگیرین از این. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوال دارم. ما با یک جا مهمون دعوت کردن. ما رفتیم در آنجا یک حضرت گفتنی آدم بوده از درسی پیر میدوده از حلقه گفتنی گذران شاگردانش پریده دود میزدن. بابای این درس پیر دست بیایی که حلقه در اسلام وجود دارد یا نه؟ اینشالله یک موضوع علاهیده است در باب تصوف. تصوف حق است، تصوف درست است. همه بزرگای پیشتر و خودشون چی است یک تعلیماتی داشتن. تصوف چی میگه؟ دروغ نگو، دزدی نکو، کاری مکروه را حتی به جا نیار. البته تصوف بعد در این زمانا بعد چی است؟ بعضی جاهایی بود که خرافات کش کردن، بعضی مملکتایی بود که خرافات و چیزهایی که در قرآن حدیث نبود آوردن در رو داخل کردن، خرافات کردن، آب روی تصوف ریزاندن، بسیار کارهای دیگر کردن. انشالله در باب این تصوف یگان موضوع علاهیده سخن میکنیم، موضوع کلامه. میخواستم یک سوالی من جواب بید. یک برادری من 6 سال میشد که در زندان است. مادرش با یک دختر صحبت کرده است و وضعیت پسرش را به دختر هم صحبت شد. دختر از برای خدا به یگان مهر پسر را گرفته. 3 سال شد ما هم زندگی دارند اما فرزند ندارد. این برادر ما با زنش جنگ کرده است، رشک کرده است. زنش را به تلفن گفته است من تو را 3 طلاق کردم، یگان شاهدم ندارم. اما زنش باشد به نام الله مهربان قسم میخورد که من 3 طلاقش را نشنیدم. جوابت را دادم، رو گفتنش را شنیدم. برای این گفته ها 6 ماه میشد که از همدیگر جدا. خب ندیگر را ندیدن. میخوان فتوای شما رو شنوم. بابا جان التماس سوال ما رو در اینجا مهم است. خب انا اولا که در حبس بوده است، خیلی دختری مسلمانی خوبی با طاعت عبادت با توفیق بوده است که روزی شدید تو نکاح کرده گرفتهش. خیلی دختری خوب است. وگرنه دیگر در حبس بودگی را کیم چی فکرها میکنن این مردم. وقتی گرفته است 3 سال گفته است شما 3 سال زندگی کرده است و رشک کرده 3 طلاق گفته است. خب 3 طلاق گفته 3 طلاق شدگی است. اما در اینجا زن قسم میخوره که من نشیدم. شنیدن شرط نیست. شنیده است نشنیده 3 طلاق شده است. شاهد در نکاح لازم است، شرط است. نکاح به شاهد درست نمی شود. اما در طلاق وقتی که مرد خودش به زبانش میگه طلاق کردم، فرق ندارد که مرد در امریکا باشه، در خیتوی باشه، در استرالیا باشه، در همون جا بگه زن من طلاق کردم، زنش طلاق شد تمام. اینجا نه شاهد در کاره نه شنیدن زن در کاره. وقتی که بعد دهانش میگه طلاق کردم طلاق شدگیه. 3 طلاق شدگی شما موافق 4 مذهب 3 طلاق هست. خب دیگر گفته است که سلام علیکم داملای عزیز، من صنف 2 بودم، نماز میخوندم تا شوهر کردنم. خب مردی عرقخوری بی نماز مرا چی کرد؟ میزدم و میبستم، در دهانم عرق میریخت. میگه سطر نکن، اینجا رسیه های آزاد بگرد. آخه ما را تربیه سطری و نمازی دادن. حتی یک رول منچه پشت فکر میکنم لیچ گشتیسم، شرم میکنم. الحمدلله ما مسلمان تربیه دادن، ما
مسلمانی است انشاءالله. البته که خواهر عزیز این بلایی که به سر شما آمدگی است، حتی این بلا نه نصرانی هم نمیکنه یهودی هم نمیکنه. یگان شما نشنیدیم که یگان نصرانی زنش ببنده و عرق در دهنش بریزه یا یگان یهودی را. حتی همه آدمایی که بدراه هستند این کار را نمیکنن. این شوهر شما وقتی که شما را بسته و عرق در دهنتون بریزه، وقتی که البته که شما را میخواه که بی حیا باشین، به این خیل شوهر زندگی کردن اگه خودتون فکر کنید. وقتی که این کارا را بکنه، عرق ببنده دست پوتا در دهنت بریزه، بی شرم و بی حیا و مثلا برهنه گشتن روزی باشه، این کجا مسلمان است؟ شما خودتون اندیشه کنین و خودتون خلاصتون برارین. ممکن که عمر شما را خدا دراز کرده باشه، ممکن که 80-100 سال عمر بینین، با این خیل شوهر چه خیل زندگی میکنید؟ وقتی که خط ای خیل میکنه فرزندات چه خیل میکرده باشه؟ اگر اصلاح شود دعا کنی خدا اصلاحش کنه، توفیقش بده بسیار خوب. لیکن اصلاح نمیشیدنی باشه، شما باید که السلام علیکم داملوی شیرین سخن. زنی که در حیض بوده مرد میتواند با همین زن خب دیگر چیزا گفته، مقصد که حالت خودش پس کنم شهوتش. خب در حالت حیض، در حالت نفوس البته که نزدیک کردن منع است، آیت قرآن منع است. خداوند میگه ولا تقربوهن حتی یطهرن. البته خدا تاکید میکند بنونی تاکیدی ثقیله، ولا تقربوهن، هرگز با او قریب نشین حتی که نیک پاک شوند. در این حالت ها بعضی مسائل فقهی هسته، البته اینا از یگان ملوی که در همون گرد اطرافتون باشه مسائل فقهی هست، همون را بپرسین، همین مسئله را خوب میفهمونتون. الحال در این نوار یعنی گفتن مو کم ترک در اینجا وزمین میشود برای ما جوابین. دیگر گفته السلام علیکم داملوی شیرین سخن. وقتی که نماز خوندن بر زبان سوره ها رو خونده ایستاده ای، اما در دلت گپ‌های کفر میگذرد، همین قدر کوشش میکنی سوره ها رو بلند میخونی، لیکن با تگ دلت گپ‌ها حتی میگذرد که آدم به زبان گفتنش کافر میشود. التماس جوابش رو چی قدر ترس و هراس دارم. اینا وسواس میگن برادری عزیز، شما باید نترسید. اینا شیطان البته که از جنیات است، وسوسه در قلب شما پیدا میکنه و مثلا نعوذ بالله همین گفتگی که گپوی کافر میشه، خدا را و پیامبر و نماز و قرآن و شک شبه میارد. در همین حالت ها این کسلی وسواس است. شما انشاءالله که اهمیت ندین به این، نترسین، پروا هم نکنین. هر چقدر ترسیدی عصب شما خراب شدن میگیره. یک بار شیطان و جن قوی میشود. ذکر زیاد کنین، لا حول ولا قوت الا بالله زیاد بگین، صلوات بر پیغمبر زیاد بگین، استغفرالله را زیاد بگین، تلاوت قرآن داشته باشین، حرکت کنین که لقمتون از حلال باشه، حرام نخورین، انشاءالله وسواس نیست میشه. دیگر گفته السلام علیکم استاد عزیز، اگر مرد و زن داشته باشد نام طلاق را نگیرد و برای معامله ناخوب کردنش زن دویم که در خانه مادرش بود برآمده به خانه مادرش رود. یعنی بعضی سوال رو نمیفهمیم، کم ترک همون نویساندن در با سوادانه بنویسیم. این گفته است که در خانه مادرش بود برآمده به خانه مادرش رود. این چخیلی گپه، در خانه مادرش بود برآمده خانه مادرش رود. خب بعد چندی به یکدیگر خوب شوند، به خاطر فرزندان نشون زندگی کنند، چه حکم دارد؟ میفهموندید؟ این در اول گفته است که نام طلاق رو نگیرد. نام طلاق رو نگیرد هیچی نمیشود. کنایه طلاق نگفته باشه، نام طلاق نگفته هیچی واقع نمیشه. اما این سوال خودش نافهمو است، مقصدش نفهمیدیم. خب سوال، اگر مرد بر زنش بگوید که همین کار نکن، اگر کردی به تو جوابت رو میتیم، اگر این کار کنی جوابت رو میتیم. این زن در سر قهرش همین کار رو کرد، لیکن در خیلی نگذشته باز پشیمان شد، بخشش پرسید از همسرش.
این چی روایت دارد؟ اونو میتونه با زندگیش رو با پیش برن مثل پیشتره، بله، یا زندگیشون رو با مثل پیشتره بردن میگیرن. در اینجا یکان طلاق واقع نمیشد، برای که این مرد به زمان آینده نسبت داده است. گفته است که خب این کارو نکن، اگر کردی جوابت رو میتیم. اگر میگفت که همین کار کنی تو طلاق یا جواب داده که جاش طلاق میشی. دیگر برادر از گپ گشته نمیشود. این گفته است با پشیمون چیز است، گفته است که میبخشی. نه، میبخشی نداره، پشیمونی نداره. وقتی که شرط تمام طلاق میشه دیگه راه نداره. بنابراین دهانتون ره بگیرید، زبان در تحت کنترل بگیرید، هر چی اومد گفتن نگیرید. این نه پشیمونی داره، نه گشتن داره، نه بخشش داره. شرط تمام طلاق میشه. اما این صورتی که گفته طلاق میتیم، طلاق میدیم به زمان آینده، اینجا طلاق نمیشه، زمان آینده قطعه میتونن زندگیشون رو دوام. السلام علیکم دوملای محترم. آدمی تنها گذار میتونه به از آن نماز بخونه؟ همین شب روزی که ما هستیم مسجد و بسته هستن نمیتونه. در حالتی که مسجد و جماعت ندارن، همه نمازخانه در خانه هاشون از آن قامت بگوید سنت است. اما در حالتی که مثلا در ملک ما انشاءالله که می شود امید داریم مسجد ها دراشون کشوده شود، از آن قامت بلندی مسجد باشه، مردم شهر میتونه که به از آن نمازش خونده میگیره. حضرت عبدالله بن مسعود بیان میکند که اذان الحی یکفینو، از آن محله برای ما کفایه میکند. همون محله در که 5 وقت نماز با جماعت باشه، یکی دیرمانی و کسل یکون حالت اگر از آن هم نگه نمازش درست میشه. لیکن از آن نبوده با ثوابش زیادتر بود بهتر. السلام علیکم دوملای شیرین سخن، سوال دارم. ما با یک جا مهمون دعوت کردن، ما رفتیم در آنجا یک حضرت گفتنی آدم بوده، از درسی پیر میدوده، از حلقه گفتنی گذران شاگردانش پریده دود میزدن بابای این درس پیر دست بیایی که حلقه در اسلام وجود دارد یا نه. این شلو یک موضوع علاهیده است در باب تصوف. تصوف حق است، تصوف درست است. همه بزرگای پیشتر و خودشون چی است یک تعلیماتی داشتن. تصوف چی میگه؟ دروغ نگو، دزدی نکو، کاری مکروه را حتی به جا نیار. البته تصوف بعد در این زمانا بعد چی است؟ بعضی جاهایی بود که خرافات کش کردن، بعضی مملکتایی بود که خرافات و چیزهایی که در قرآن حدیث نبود آوردن در رو داخل کردن، خرافات کردن، آب روی تصوف ریزاندن، بسیار کارهای دیگر کردن. انشالله در باب این تصوف یگان موضوع علاهیده سخن میکنیم، موضوع کلام است.